صبح روز 26 دسامبر 2004 همه چی عادی به نظر می رسید. اما هیچ کس نمیدونست که تو عمق 30 کیلومتر زمین نیروی مربوط و مخربی در حال بیدار شدنه. ساعت 7:58 صبح بود که زمین ناگهان فریاد کشید. یک نیروی قدرتمند و ملموس توی شهر کار خودش شروع میکنه. تو کمتر از 20 دقیقه بیشتر مردم، دوستان و اعضای خانواده‌شون رو از دست میدن. بیشتر از 60,000 نفر جون خودشون رو از دست دادن. تخریب اونقدر شدید بود که تقریبا هیچ کس تو مسیری زنده نموند. زلزله با بزرگی 9.1 ریشتر تو عمق 30 کیلومتری زمین در فاصله 160 کیلومتری شمال غرب سواحل سوماترای اندونزی درون اقیانوس هند اتفاق افتاد. این زمین لرزه سومین زلزله قدرتمند ثبت شده در تاریخ و دومین زلزله تونی ثبت شده پس از زلزله سال 1960 والدیویا نام گرفت که به مدت 80 دقیقه مناطق اطراف رو به لرزه درآورد. قدرت این زلزله به حدی بود که حتی زمین رو 10 میلیمتر جابجا کرد، اما این فقط شروع فاجعه بود. زلزله سونامی عظیمی به راه انداخت. امواجی به ارتفاع 30 متر با سرعت باور نکردنی به سمت ساحل پیشروی کردند. در کمتر از چند دقیقه شهرها و روستاهای ساحلی در چندین کشور از جمله اندونزی، هند، مالزی، تایلند و سریلانکا زیر آب رفتند. مردم فرصتی برای فرار نداشتند. امواج خروشان همه چی رو با خودش برد. خانه‌ها، مدارس، بیمارستان‌ها و حتی جان صدها هزار نفر رو. بیشتر از 286,000 نفر در 4 کشور جون خودشون را دست دادن. خسارت مالی به میلیاردها دلار رسید و زندگی میلیون نفر برای همیشه تأخیر کرد. تو هند خسارت ناشی از سونامی به حدود 2.58 میلیون دلار رسید و زندگی 2.8 میلیون نفر تو 1089 روستا به صورت مستقیم تحت تاثیر قرار گرفت. امروز پس از سالها مناطق آسیب دیده در حال بازسازی هستند و مردم به زندگی عادی بازگشتند. اما این فاجعه به ما یادآوری می‌کند که طبیعت چقدر میتونه قدرتمند و بیرحم باشد. داستان زلزله سونامی 2004 نه تنها یک درس تاریخی بلکه هشداری برای آینده است. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردین با لایک و نظر زیباتون به ما انرژی بدید و اگر درخواست و انتقادی دارین حتما در کامنت ها با ما به اشتراک بگذارید.